این اتفاق خیلی دردناکه. هنوز که هنوزه، وقتی یادش میافتم قلبم درد میگیره. اصلا این داستانو از دستش نده. یادم 14 سالم بود. با دختر خالم که 13 سالش بود و دختر داییم که 10 سالش بود رفتیم قبرستون. اون موقع خیلی به جن و اینا اعتقاد داشتیم. عاشق چیزای ترسناک بودیم. خلاصه گفتیم بریم قبرستون احضار روح انجام بدیم. رفتیم بالا سر 2 تا قبر که یکیش واسه یه پسر بچه بود که افتاده بود تو استخر کنار قبرستون و خفه شده بود و اونو پیش بابا بزرگش چال کرده بودن و یکی دیگه هم واسه یه عروسی بود که شب عروسیش تصادف میکنه و به بدترین شکل ممکن میمیره. میگفتن بعد عروسیش داشتن با ماشین میرفتن خونه. تو ماشین بزن و برقص بود که یهو از وسط جاده یه حیوان رد میشه. دامادم هول میشه و ماشین میخوره به یه درخت و شاخه درخت که خیلی تیز و ضخیم بود میخوره به صورتش و از پس کلش میزنه بیرون. خلاصه ما نشستیم سرچ کردیم راجع به احضار. دختر خالمم فیلم میگرفت. هر چی تلاش کردیم و مراسمو کامل انجام دادیم هیچ اتفاقی نیفتاد. این 2 تا قبرم تازه بودن. جوری که خاکشون خیس بود. خلاصه هیچی به هیچی. هوا تاریک شد. کم کم قبرستون خلوت شد. به دختر خالم گفتم فیلم گرفتی؟ گفت آره ولی هیچی توش نبود. اتفاقی نیفتاد. گفتم نازی فیلمو پاک نکن. نگهدار رفتیم خونه ببینیم. شاید تو متوجه چیزی نشدی. به هر حال تلاش کردیم. 5 ساعت تو قبرستونیم. رفتیم خونه. ساعت 1 شب. 3 نفری نشستیم پای فیلم. دیدیم من و دختر داییم که بالای قبر داشتیم احضار میکردیم 2 نفر کنارمون وایستادن. در حالی که اون موقع تنها بودیم. گفتم نازنین دیدی؟ خوب شد پاکش نکردیم. گفت چی میگی؟ نگاهشون کن. این 2 تا جونور اصلا اونجا نبودن. اینا چی هن دیگه؟ خلاصه ترسیدن ادامه‌شو ببینن. منم اصرار نکردم. نصف شب بود. 3 تامون توی پذیرایی خوابیده بودیم. نصف شب با صدای جیرجیر در بیدار شدم. دیدم مهتاب دختر داییم داره میره سمت حموم. صداش کردم. برگشت دیدم چشماش کاملا سفیده. یه جوری جیغ زدم کل خانواده بیدار شدن. یهو مهتاب بدون هیچ حرفی برگشت سر جاش خوابید. خانواده اومدن بالا سرمون و گفتن چی شده؟ گفتم مهتاب تو خواب بلند شد رفت سمت حموم. صداش که کردم دیدم چشاش سفید شده بود. مهتابو بیدار کردن دیدن که چیزیش نیست. کلی سرم غر زدن و گفتن چرت و پرت میگم. ولی نازیه انگار ترسیده بود. خلاصه فردا صبح همه چی عادی بود. دم غروب بود که گفتم بچه‌ها من میرم حموم. خونم تنها بودیم. داشتم سرمو میشستم دیدم جیغ نازنین هوا رفت. گفتم چی شده؟ گفت مهتاب با چاقو تو آشپزخونه وایساده داره یه گربه رو تیکه تیکه میکنه. نفهمیدم چطوری لباس پوشیدم. رفتم دیدم آره اصلا تو حال خودش نیست. گربه بدبخت و تیکه پاره کرد. رفتم زدم روشونش. داشتم بالا می آوردم. چاقو رو ازش گرفتم. با گریه گفتم نازی زنگ بزن مامانت اینا بیان تو رو خدا. خلاصه اومدن مهتابو بردن بیمارستان. به خودش که اومد اصلا چیزی یادش نبود. تا چند هفته‌ای پشت سر هم بالا می آورد. رنگش هم پریده بود. میگفت یه زنی که فک نداره و لباس عروس تنشه و کل سر تا پاش خونیه دسته یه پسر بچه رو گرفته همش میاد پیشم اذیتم میکنه.
هیچ کسی هم باورش نمی کرد. ما هم بهشون گفتیم که آره رفتیم قبرستون. مهتاب راست میگه. اینو که شنیدن بدتر دعوامون کردن. خلاصه یه مدت مهتابو ندیدیم. یه شب خانوادگی جمع بودیم، قرار بود بریم یه پارکی که یه حوض خیلی بزرگ داشت. مثل استخر. من و مهتاب و نازی رفتیم نشستیم لب حوض. پای من و نازی میرسید به آب. ولی مهتاب چون کوچیک بود پاش نمیرسید. هی تلاش میکرد تا پاهاشو بکنه تو آب که افتاد تو آب. آبم خیلی عمیق بود. حوض خیلی بزرگ بود. منم میترسیدم برم تو آب. اونم هی تقلا میکرد. با گریه دنبال یکی میگشتیم که بره از آب درش بیاره. چون از خانواده دور بودیم دنبال نزدیکترین آدم میگشتیم. انقدر جیغ و داد کرده بودم گلوم میسوخت که یهوی آقایی از دور اومد. گفتم آقا دختر داییم افتاده تو آب، تو رو خدا نجاتش بده. اونم یه بچه بغلش بود. بچه رو گذاشت پیش من، شیرجه زد تو آب. مهتابو در آورد. ولی مهتاب نمیتونست خوب نفس بکشه. با اینکه زیاد تو آب نبود. ولی آقای میگفت کف استخر پیداش کردم. انگار یکی نمیذاش بیاد بالا. بردیمش پیش دایمینا. اونا هم بردنش دکتر. ولی دکتر گفت که آب رفته تو ریه هاشو، کاری از دستشون بر نمیاد. و دختر خالم ساعت 3:28 تو بیمارستان فوت شد. و یه دعوای بزرگی بین ما و خانواده داییم شد. اونا منو مقصر میدونستن چون سنم از همه بیشتر بود. یادم داییم وقتی مهتابو از استخر در آوردن و بهش دادن یه سیلی محکم زد تو گوشم. گفت تقصیر توه. منم بهش حق میدم. اگه نمیگفتم بریم احضار یا فیلمو پاک میکردم شاید هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. ولی نمیدونم چرا فقط مهتابو اذیت کردن. کاری به ما نداشتن. شاید چون سنش کم بود. چند سال بعد که یکم رابطمون باهاشون خوب شد زنداییم گفت قبل از اینکه بریم بیرون، یعنی همون شبی که رفتیم پارک و مهتاب افتاد تو حوض، مهتاب شبا نمیخوابید. لب به هیچ غذایی نمیزد. بدنش کلن کبود بود و درد میکرد. هی بالا می آورد و بوی بد میداد. همش میگفت تقصیر هستیه، یعنی من و نفر بعدی منم. همش تقصیر من بود. کاش هیچ وقت اونا رو نمی بردم قبرستون. چند شبیه منم مثل مهتاب شدم. همشون زن و پسر رو می بینم. با این وجود که مهتابم کنارشونه و همش بهم میگه نوبت توه. خیلی حس سنگینی دارم. شاید واقعا باید برم پیششون تا روحم سبک بشه. بالاخره میتونم نفس بکشم. امیدوارم برای نازی اتفاقی نیفته. از دیدن این داستان هیجان انگیز لذت بردید؟ لطفاً با لایک کردن و کامنت گذاشتن به ما بگید. برای تماشای ویدیوهای آینده کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید. یادتون نره ما رو به دوستانتون معرفی کنید. داستانای ترسناک و واقعی خودتون رو با آیدی تلگراممون بفرستین. مرسی که تا اینجا همراهمون بودین. ممنونم از حمایتاتون. دوستتون داریم. خدا نگهدار.